هشدار: آموزه‌های این کلیپ صرفاً جنبه راهنمایی، شفاف‌سازی و بیان حقایق پنهان شده را دارد و مؤکداً توصیه نمی‌شود فرد یا افرادی هرچند حاذق این مسیر را طی کرده و امتحان نمایند که در این صورت عواقب آن شرعاً و قانوناً بر ذمه خود شخص بوده و این چنل مسئولیتی بر عهده ندارد. سلام به همه دوستان و بزرگواران. محمد هستم و اینجا علوم غریبه اصلی هستش. خوشحالم که در خدمت شما هستم با یه مبحث دیگه بسیار جهنجالی: احضار روح یا ارتباط با ارواح. در این کلیپ می‌خوایم در خصوص امکان سنجیش و سابقه ارتباط بشر با روح و واقعیت ماجرا در طول ادوار تاریخی که این مهم آیا اتفاق افتاده یا نه، پیشاپیش بگم جواب مثبته، و چگونگیش، مکانیزمش و امکان سنجیش، اینو براتون توضیح بدم و با فکت های تاریخی. و علیرغم این که من به این موضوع خودم، مکتبم، شریعت، آموزهام، اساتیدم و باورهام به این موضوع قائل بودم و هستم که روح پس از ترک جسم از یک سری دالان‌هایی عبور می‌کند و به عالم بعدی میره که امکان اساساً برگشتش وجود نداره مگر به امر و اذن پروردگار. و ای کاش بر این باور و آموزه خلالی ایجاد نمی‌شد و من الان مجبور به این نبودم که این کلیپ رو پر کنم. به شرط‌ها و شروط‌ها شدنی است. یک تجربه میدانی و تاریخی در چند ماه گذشته رخ داد که چند ماه روش کار کردیم و همراه 2-3 تا از اساتید مکاتب دیگر و بله شدنی است. ممکنه خیلی از هم مکتبان، هم شریعتان و هم منتقدین بعد از این کلیپ بگن که خب نباید آموزش میدادیم، مردم رو بدبخت میکنیم و از این حرفهای رایج. من در کانال یوتیوبم عرض کردم خدمت شما آموزهای علوم غریبه رو میدم، اگرچه من هرگز از اخلاقیات عدول نمی کنم، منتهی مراتب علم مبنای اولیه تأسیس این چنل هستش و من آموزش علوم غریبه میدم. نمیخوام از گردن خودم این موضوع رو باز کنم و کلاه شرعی بذارم گردن خودم، ولی قبلش هشدارهای کامل و توضیحات مبسوط داده میشه که این کار انجام نشه، انجام ندید تحت هیچ شرایطی. در جایی که راهکارها و تکنیک‌های به شدت زیاد و خانمان برانداز در خصوص ارتباط با ارواح یا موجودات و اجنه و استخدام و تسخیرات و احضارات وجود داره بی نهایت زیاد در این فضای مجازی، در همچین جایی ترجیح من این هستش که اگر قرار یک کار مضمون، مردود و نهی شده‌ای آموزش داده بشه، صحیحش آموزش داده بشه، درستش آموزش داده بشه. من از گردن خودم باز نمی کنم، ولی اگر همچین فکری و عقیده‌ای دارید، نهی کردن که دوگم بمونه، بسته بمونه، اساس بشر تکاملش هستش که اسمش میشه بشر. در طی ادوار تاریخی و زیستی بشر همیشه میل به تکافو و تکامل داره. تکامل در راستای تعالی درستش و خوبش اینه که انجام بشه، اما نمیشه جلوی علم و نمیشه جلوی تغییرات رو گرفت. تغییراتی داره انجام میشه. 2-3 ماه پیش، 6 ماه، 7 ماه پیش بهتون گفتم تغییراتی داره رخ میده محسوس که با حواس 5گانه قابل رصد شدنه. همیشه بر این باور بودیم روح امکان نداره ارتباط بگیره و ای کاش اینجوری بود. من آموزش میدم، تاریخچه ارتباط با روح رو میگم
بحث بزرگ که در این خصوص بزرگ استاد متشککین عالم هستی امام فخر رازی که استاد مبرز مباحث برهان و مباحث عقلی و نقلی بودن، کسانی که دستی بر آتش دارن در فقه، در منطق، در عرفان میدونن که برهان عقلی و نقلی یعنی چیست و استاد تمام مبرزش امام فخر رازی که عرض کنم مشهور به امام المتشککی، یعنی ایشون در مباحث عقلی و نقلی کل عمرش با دیده شک و تردید نگاه میکرد. ببین ایشون دیگه کی بودن؟ در اواخر عمرش کتابی به نام السر مکتوم رو میده بیرون که در باب طلاسم، اسحار، معجزات و کرامات میگه اساسا اینا چجوری بهشون ایمان دارن، ردشون میکنن، ولی اینا واقعا کار میدن صرف نظر از دین، صرف نظر از دیانت. اصلا در این سر مکتوم به مباحث آموزشی طلسم و اینا اصلا نپرداخته. کل این کتاب در این بابه که چجوری اینا عمل میکنن اصلا و تقسیم بندی کرده. سر مکتوم امام فخر رازی که خود ثقیل ادبیات نوشتاری شدید بخونید ببینید چیه قضیه. میگه معجزه، کرامات و سحر هم مورد کنار اینا امور هیئات نفسانی هن. هیئات یعنی هیئت ها، هیئت های نفسانی. کسی که بر هیئت نفسیش مسلط بشه میتواند یا صاحب کراماتی بشه یا معجزاتی رو بتونه انجام بده به امر و پروردگار و یا سحر انجام بده، چون سحر با جمع‌بندی و متراکم سازی امور نفسانی، هیئات نفسانیته و شلیک کنی این چیز رو، سحر رو. باطنی است، کار به خیر و شر نداریم. و بعد مباحث بعدی نیرنجات، خواص ذاتی هر عنصر مادی، ازشون استفاده کنیم میتونیم خیلی کارا بکنیم، مثل خاصیت آهنربا که آهن رو جذب میکنه. و بعد امور در واقع اجرامات آسمانی، بشر میتونه بهش مسلط بشه بر اجرام آسمانی، خاصیت اجرام آسمانی، خاصیت بروج، کواکب که به واسطش میشه طلسمات رو زد. طلسم زیر مجموعه اجرام آسمانی است. استفاده از خاصیت اجرام آسمانی میشه طلسم. ولی یه نکته داره، این که طلسمات در واقع اجرام آسمانی که میخوای ازشون استفاده کنی به تنهایی کار نمیدن، باید قوای فاعله سماوی با قوای منفعله ارضی ممزوج، یعنی قاطی بشه که طلسم کار کنه. یعنی چی؟ یعنی قدرت فاعله، قدرت انجام دهندگی بروج آسمانی، کواکب باید پیاده بشه روی چیز جسم زمینی، روی ماده، قوای منفعله زمینی با اون ممزوج قاطی بشه که طلسم فعال بشه کار بکنه، وگرنه به تنهایی اون کار نمیده. کل حرکات ماورایی، نامرئی، مباحث متافیزیکی، پارانورمال عالم هستی زیر مجموعه این ستاست. امام فخر رازی به این دستاورد رسیده ولا غیر. حالا اساتید هستن تو این وادی‌ها درس میدن که میشه کیمیا، سیمیا، هیمیا، ریمیا، خیمیا، شیمیا، مکاتب مختلف و زیر مجموعهش. من خلاصه بهت گفتم الامام المتشککین ببین چی میگه که استناد جناب مرحوم آیت الله حسن زاده آملی به همین کتاب سر مکتوم امام فخر رازی است و علم هیئت و من در این کلیپ بهتون آموزش میدم و با هر انسانی و هر مخلوقی که در این خصوص میخواد انکارش کنه یا ردش کنه یا بگه همچین کاری که داری میگی اشتباه محمدی یا دروغه یا شدنی نیست، هر مخلوق زنده‌ای در هر جا که خواست، در هر لایوی، از هر
فیلد علمی که خواست، یه بحث فقهی، بحث شرعی، بحث علوم غریبه‌ای، بحث استدلالات نقلی و عقلی برهانی. من آمادگی مناظره، مباحثه و اثبات ارتباط با ارواح رو دارم و هشدار دهنده معذور است. بریم، بیشتر از این منتظرتون نذارم. ساکنین منطقه بین النهرین هزاران سال اعتقاد داشتن که دروازه‌های ورودی خروجی بهشت توی دو طرف قوس کهکشان راه شیری است که بهش میگن رودخانه ارواح و روح‌ها پس از مرگ که وقتی از جسمشون جدا میشن باید منتظر باز شدن این دروازه باشن که لازم در واقع کواکب فقط تو برج قوس در زمان اعتدال شب و روز پاییزی رخ میده. یعنی به تایم امروزی بخوایم تبدیلش کنیم، اعتقاد بازگشت مجدد به زمین برای ارواح تنها در زمان اعتدال شب و روز بهاری تا خروج از کوکب جوزا خرداد از آسمان امکان پذیره. بعدها تو دنیای مدرن و با تکنولوژی بالا تجربیات علمی و بررسی کسانی که تجربه های نزدیک به مرگ داشتند اروپا و امریکا ثابت کردن که روح پس از ترک زمین از دهلیزهای تاریک و دالانهای عبور میکنه که اون طرفش برزخ روشنه. معمولا روح‌ها پس از مرگ جسم خودشون رو به سرعت ترک میکنن، همونجوری که عرض کرده بودم خدمتتون. حالا پیش اومده واقعا اگر شخصی در اثر یک سانحه یا یک اتفاق غیر مترقبه دفعه فوت کنه، اولش احساس سردرگمی و سرگردانی و عدم پذیرش داستان رو داره و فرد پیش اومده به ولی خیلی نادر این قضیه که در زندگی زمینی کارهای ناتمام و دغدغه‌ها و تعلق و خاطر احساسی شدید به بازماندگانش داره یا به هر دلیل احساس افسردگی و خستگی شدید میکنه. اون روح راهنمایان با شتاب دادن به مقیاس زمین به مقیاس‌های زمینی، یعنی سرعت رو یه لحظه میبرن بالا و وقایع و اتفاقاتی که روح مشتاق به دیدنشه رو بهش نشون میدن تو اون لحظه، مثل وضعیت همسر و فرزندانش تو آینده رو تو یه لحظه بهش نشون میدن. واقعیتی است که به هر حال روح مخصوصا زمانی که انسان به واسطه حادثه یا اتفاقات یکویی مثلا فوت میکنه، روح دچار یک عدم پذیرش میشه، یعنی یک عدم پذیرش واقعیت ها میشه و یک سردرگمی شدید، یک تعلق خاطر و دغدغه وحشتناک برای کارهای در واقع نیمه کاره و عزیزانی که به حال شاید چتر حمایتیش بالای سر اینا بوده، ترس از آینده عزیزانش و تمام کارهای در واقع نیمه کاره و نیمه رها شده، اینا همه دوستان باعث عدم پذیرش اون موقعیت برای اون روح میشه. بسیار سردرگمه، مثلا عرض کردم در حادثه های یهویی و این راهنمایان که به امر و اذن پروردگار از عوالم دیگه میان، اینها میان شرایط آرامش و استیبل رو برای اون روح ایجاد میکنن. یکی از کارها که در منابع هم ذکر شده این هستش که میان آینده رو به مقیاس زمینی سرعت بسیار زیادی بهش میدن و پیشا پیش حالات خوبی رو که اون روح دوست داره ببینه و به جمع‌بندی برسه بهش نشون میدن که ببین مثلا تو سال آینده این بازماندگان تو پذیرفتن مرگ تو رو، باش کنار اومدن، الان خوشبختن و مسائل این چنینی رو بهش نشون میدن که باعث تسکین این روح بشه و بپذیره که در واقع به مسیر خودش در طول چرخه حیاتی که خداوند برای ما مقدر کرده تن بده و ادامه بده مسیر رو. کار راهنمایان این هستش و تجسمش امری بسیار سخت دوستان، واقعا امر سختی است. دل کندن از تعلق خاطرهای زمینی و عزیزان بسیار سخت.
موردی هم پیش اومده که واقعا دست از اصرار و انتقال این روح میکشن و بیخیال میشن و سرد میشن و به این جمع‌بندی راهنمایان میرسن که این اومدنی نیست، اصلا بیخیال نمیشه و میرن حسب ظاهر و مجدد چند بعد وقت بر میگردن دنبال این روح به این امید که دیگه سرد شده باشه، پذیرفتش باشه وضعیتش و از سردرگمی و بلا تکلیفی و تنهایی خسته و ترسیده باشه، دوباره با روی گشاده میان دنبالش و ببرنش برزخ. معمولا تو مرحله دوم این هم محقق میشه، اما پیش هم اومده ارواح اینو نپذیرفتن و برای همیشه بایکوت شدن، در این دنیا موندن که خودش گناه بسیار بزرگیست، بابتش محاکمه میشن. و این هم از تجربه گران نزدیک به مرگ هم انتقال پیدا کرده و بعدها به تایید علمای در واقع ادیان رسیده این موضوع که زمانهایی که میرن اون ور دیگه برزخ، یه زمانهایی میتونن با قرار گرفتن توی جای خاصی تو از برزخ، یه موقعیت خاص، مکانی خاصی بهشون یاد داده میشه تو اون دنیا برزخ. میگن اینجا اگه بیستید بیایید، هر موقع به اراده خودتون دوست داشتید تو این موقعیت زمانی اینجا بیستید، مکانی بیستید، با زمینیان میتونید ارتباط بگیرید و این فقط به خواست روح خواهد بود. یعنی ارواح میتونن پیام‌ها و دعاها رو از زمین بگیرن اگه لازم باشه، توی جای خاصی قرار میگیرن تا بتونه زمین رو مشاهده کنن یا به زندگی زمینی ارتباط یک طرفه حتی برقرار کنن. تمام ادیان هم به طور کلی تماس با دنیای ارواح پیشنهاد نمیشه و شدیداً هم نهی میشه و از قدیم این باور غلط بوده که فالگیران و غیبگویان و جادوگران برای برود ارواح شریر رو و به کار میگیرن که کتاب مقدس مسیحیان هم اومده این قضیه. حالا خیلی که از کتابا که دیگه اینجا جاش نیست و حالا اونجا هم گفتن که مثلا اکثر گفتن هزار روح، اصلا روح هزار نمیشه، اصلا وقتی میاد روح نیست، جن، چون روح اختیاری از خودش نداره و تحت اختیار خداست و منم دوستم واقعا این درسته و نمیتونه بیاد. زمینی که وقتی روح هزار میکنی، دارم بهتون میگم این قضیه رو، این از فکت هایی که میفهمیم موجود اومده روح نیست. وقتی که روح هزار میکنی اساسا روح توانایی حرکت دادن اجسامو نداره و چون اختیار نداره، ولی جنیان صاحب اختیارن، قدرت جابجایی اجسامو دارن. وقتی چیزی تکون میخوره در حین جلسات هزار روح، ما این دیگه جن تابلوه، همین که چیز تکون میخوره. در اکثر موارد همین جنیان خودشون روح معرفی میکنن چون زمان براشون حاکم نیست. از طرف جن در لغت بارها گفتم دیگه، یعنی مستور، پنهان شده و وقتی روح میاد، روح قابلیت نشان دادن خودش رو داره به نوعی، نه به صورت تجسد عرض کردم، ولی به شکل‌هایی نسبت به جن تواناتره در تشکل پیدا کردن، البته به شرط ها و شروط ها. ولی جن به راحتی نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه به راحتی غلظت بگیره و دین اسلام هم که تنها موجودات ماورا طبیعی فرشته ها و جن ها هستن و روح انسان وقتی کامل میگه از بدن خارج میشه، نه تنها قدرتی نداره بلکه انسان هم نمیتونه هیچ گونه تسلطی روش داشته باشه، از طرف ما هم نمیتونیم مگر به خواست خداوند. کتاب خیلی معروف ارتباط با ارواح همین اومده میگه، با نظرش زیاد موافق نیستم اما بخش اولش رو باش موافقم، میگه که تسلط ارواح عقب مانده بر انسان‌ها رو اصطلاحاً جن‌زدگی میگیم. یه جن‌زدگی تسلط ارواح عقب مانده بر آدماست و بهش تعریف کرد، میگه این افسون و تسخیره. من صلاح نمیدونم، مثلا این کار درست نیست، چون اولا جن واژه‌ای است، خود اجنه موجود هوشمندی است، بسیار هوشمند که طبق در واقع حکم خداوندی دارای اختیار است
جن روح عقب مانده نیست اصلا. و اون تو همین کتاب میگه که این جنها اصلا محکوم به بدی کردن به انسانن. از سوی خداوند اراده داده. هیچ مخلوقی رو خلق نمیکنه که کار سازمانیش بدی کردن. خداوند هیچ موجودی رو به خاطر بدی کردن نیافریده. اصلا آفریده نمیشه اینجوری. مشیت پروردگار اصلا مدلیه که راه تکامل و تعالی برای همه موجودات وجود داره. ما اصلا موجود هوشمند و تکامل پذیری مثل جن. و جن زدگی قابلا اصلا اینجوری تعریفش این نیست. و من اینو قبول ندارم و میگم نظرم هم گفتم. یه کتابی خوندم، یه دکتری بود، دکتر سرابزاده سرابی، اسمش سیمای جن بود، که بعدها من در کتاب مستقیم در واقع جناب آیت الله مکارم شیرازی از خاطرات قلم، من خودش شخصا اینو خوندم و فکر نمی‌کردم این کتاب دکتر سرابی تو کتاب سیمای جن اینو گفته بود، فکر نمی‌کردم آیت الله مکارم شیرازی باشه. ولی 7-8 سال بعد تو کتاب خود شخص آیت الله مکارم خوندم، فهمیدم این چیزی که دکتر سرابی گفته آیت الله مکارم بوده. سالها پیش میگفت در مشهد مسئله احضار روح و اینا اصلا یه قوقا و جنجال کشوری را افتاده بود، عجیب و غریب بود، تا اینکه 2 نفر از علمای معتبر مشهد درخواست میدن که میخوایم شرکت کنیم تو اون جلسه. و پس از که حضور نزدیک پیدا کردن، جریان حرکت میز و مشاهده کردن، 4 نفر میشینن، یه رو بعدش میز میاد رو هوا. توی جلسه دیگه از اون 2 تا درخواست کردن که اون میز مخصوص احضار ارواح که خیلی حروف روش کنده کاری شده بود و اینا، به اون 2 نفر گفتن آقا به این روحی که احضار میکنید بهشون بگو که اگه میتونن میز تکون بدن همین الان و احضار کن. یه دفعه همون عمل اتفاق افتاد. بلافاصله که عمل اتفاق افتاد، این آیت الله که الان بعدم گفتم خدمتتون آیت الله مکارم بود، در جا خب به علوم و معنویات خاصی اینا مسلطن و راه مکالمه صحیح با موجودات رو و عملکرداشون و حوزه اختیارات خلقتیشون رو میشناسن. تا تکون داد میز رو هوا، گفت این روح نیست، این جنه به این دلیل. حالا ازشون بخواد خودشون رو نشون بدن، نشد. گفت چطوره که میتونه میز به این عظمت بزرگی بلند کنه رو هوا، شناور میتونه تجسد پیدا کنه؟ چه روحیه؟ چون روح به واسطه فشار میاره به خودش و خودش رو نشون میده. ولی به چه صورت نشون میده؟ مثل کسی که بره پشت پرده رو به صورت خودش بچسبونه، تو از این ور نگاهش کنی، برجستگی های صورت رو میبینی. این مدلی میبینید روحو و یک ماده به اسم اکتوپلاسم از خودش ترشح میکنه. حالا اگه به واسطه میدیوم شما ارتباط بگیرید با واسطه این ماده اکتوپلاسم، بعد از اینکه روح رفت، از نافش یا از گوشش یا از بینیش ترشح میکنه، به اندازه 1 لیوان میاد بیرون، مثل موم عسله ولی شلتر. این اکتوپلاسم نشانه این روحه که تلبیس میشه اگه بشود. اگه روح سرگردانی رو که بعدا میگم روح سرگردان وجود داره واقعا، مثل همون حالتی که عرض کردم خدمتتون، این راهنماها میان دنبال روح، انقدر که ببرنش نمیاد میمونه و این روح سرگردان میشه. یا مدل دیگری دوستان که من شخصا باش مواجه شدم در یک دفاعین باستانی بسیار 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 و بازم بسیار بزرگ و گمنام، با یه تیم کاری از حتی یک کشور دیگه هستن و اهل کتابن، از یه قومی دیگری که متوجه میشید کدوم قوم، نسخه خطی اصلی روی پوست و پاپیروس رو دارن و یه تیم کاری هستیم. 1 سال 9 ماه 10 ماه داریم روی جایی کار میکنیم. اونجا یک ارواحی وجود دارن که واقعا ارواحن، کارشون بحث نگهبان این الهه است که این خانم، حالا پیرزنی است خانم و الهه است، از بچگی از نوزادی عهد و عهود بسته شده و تحویل اون موبد شده
که خدمت کنه در اون موبد اون تایم و شده بود الهه هبه شده و کل عمرش در عبادت میکرد به الهه ها و وقتی مرده در کنار پادشاه خاک شده. به رسم آیینی و تدوینی رده بسیار بالایی داره. از نشانه های این که روح هستش این که تجسد پیدا میکنه با لباسی که دفن شده و ذهنی صحبت میکنه و همگان میبیننش. اون 4 نفری که ما بودیم همگان دیدیمش با تجسد. امکانه که بزنه آسیب برسونه تاچ کنه نیست، اما تهدید و معرفی میکنه. ما با زبان باش صحبت میکنیم، اون با ذهن، ولی همگان میبیننش. اصلا از خاصیتش خاصیت رو دیدنه. بعد لباس به تن داره، آدمی است، شبیه آدمی. و اصلا در همین حد بهتون میگم این تجربه بود که می‌خواستم بعد بگم، الان به وسط کار اومد که گفتم جناب مکارم گفته بود که و نمیتونه خودش رو نشون بده این جنه دیگه. این خاطرم اومد که من باش میگم تا 3 ماه قبل اصلا به همچین چیزی اعتقاد نداشتم. و حالا خیلی هم میگن که کامنت میزنن این جن خودش رو به این شکل نشون داده فلان. توضیح دادم، دوباره کلیپ رو ببین متوجه میشی. دوباره گوش بده و 3 باره و 4 باره گوش بده، جا میفته برات. شاید لازم باشه من یک مطلبی رو یادآور بشم و مجددا تکرارش کنم. ببینید دوستان، در وادی تفاوت روح و جن تو بحث احضار دیدید گاهی اوقات شاید برخی از فیلم ها رو در گذشته دیدید که روح یک شخصی مثلا توی اون فیلم اومده به خانوادهش سر میزنه. دوستان روح از تو اجسام رد میشه، دستش اینجور میکشه به مثلا میز، به کمد، به آدما، از توشون رد میشه. به دلیل اینکه بعد از اینکه انسان فوت میکنه و به امر اذن پروردگار اراده ازش گرفته میشه، کاملا بی اراده است و این جسمی که یه زمانی باش همه کار انجام میداد الان چون ندارتش اساساً صفر مطلق در کارایی. ببین در کارایی انجام امور محوله دنیوی، نه که اراده نداره، میتونه تصمیم بگیره حتی عالم برزخ نره بمونه، گناهیست بس عظیم و بزرگ، ولی این اراده رو داره. به حیث جسمی تجسدی هیچ توانایی نداره، چون روح یک جنس از جنس خداوند است و یک نوع آگاهی است. روح نوعی آگاهی است، قابلیت غلظت گرفتن مثل اجنه نداره. اجنه از جنس مادی هن. ماده لطیفه. آتش ماده است که میتونه غلظت بگیره و با غلظت گرفتنش مثلا رویت بشه. اوکی. خب خواستم اینو فقط بهتون بگم در احضارات تفاوت اجنه و روح به این گونه هستش که روح وقتی میاد اساساً تحت هیچ شرایطی اگر بشه احضارش کرد نمیتونه جسمی رو تکون بده، کاغذی رو جابجا کنه، پرده رو تکون بده، میز رو بلند کنه. هیچ کار مادی بصری نمیتونه انجام بده و هر چیزی که تکان خورد و جابجا شد کار اجنه است، چون در توانایی خلقتیشونه و روح در تواناییش نیست. حالا برعکس میخوای تستش کنی، روح قابلیت تشکل پیدا کردن داره. به چه صورت؟ دیدید که یه نفر میره پشت پرده رو میچسبونه به صورتش، شکلک در میاره. برجستگی های صورت شخص در پشت پرده، روح این شکلی میتونه تشکل پیدا کنه. همین کار از اجنه عاجزن، سخت براشون تجسدی متجسد شدن، نه که در توانایی اجنه نیست. رده‌های بالاشون حتی به شکل هر مخلوقی میتونن در بیان. ما عمومی داریم صحبت میکنیم. وقتی جن احضار میشه جن و میگه من روحم، بهش میگن خب اگه میتونی خودتو نشون بده. وقتی نمیتونه خودشو در آن واحد نشون بده اون جنه، چون روح میتواند. ضمن که روح ماده‌ای درش هست به نام اکتوپلاسم
اکتوپلاسم یه ماده‌ای مثل موم عسله ولی بسیار جاری و شلتر که اون روح در خودش در کل ماهیت وجودیش این ماده اکتوپلاسم رو در واقع منتشر میکنه و اون شکلی که شبیه پرده میشه هست، اون یه همچین حالتی حاله مانندی باعث میشه تشکل پیدا کنه. حالا اگه یه فردی پیدا بشه به عنوان میدیوم و واسطه رابط بین روح و ما و یه روحی رو احضار کنه به واسطه جسم خودش، روح رو وارد بدن خودش بکنه، این ماده بعد از اینکه روح رفت، این ماده اکتوپلاسم از بدن فرد میدیوم که روح رو احضار کرده، از بدن شخص میدیوم این ماده اکتوپلاسم دفع میشه، یا از نافش یا از بینی یا از گوش، این جرم اما کرم سفید رنگ و شل. این اکتوپلاسم ماده است که باعث تشکل روح میشه و اجنه فاقد اینه. لازم بود اینو بگم. گفت خودشون نشون بدن، گفت نمیتونه خودشون نشون بده، بهش گفت جنه. گفت اونا زیر بار نرفتن، اون 2 نفری که داشتن احضار میکردن و دستور میدادن تو اون جلسه حاضر نشدن به حرف این 2 تا عالم دینی گوش بدن. دوباره میز رو جابجا کردن. گفت باشه. جناب مکارم اومد نزدیک میز و اسامی که از حضرت سلیمان میدونست این چیزا رو و با آن اسما جنیان رو مسخر کرده بود قسمشون داد. تا قسم داد قفل شدن و گفت حالا من سوال میپرسم، شما روح انسان هستید یا موجود دیگر؟ و شروع به خواندن حروف الفبا سریانی کرد. در نهایت این جمله حاصل شد: من جن هستم. جناب استاد زمردیان در کتاب شیطان کیست میگه مدت هاست ارتباط گیرندگان با روح با وسیله‌های گوناگونی با جن تماس میگیرند. البته جن خود رو به آنها روح معرفی میکنه یا روح بقیه افراد معرفی میکنه و چون جن مقوله زمان براش بی اهمیته، قابلیت دسترسی به گذشته افراد داره. اون روح فوت کرده رفته، بعد دیگه جن اومده میگه من اونم و میتونه تو زندگی اون فرد فوت شده بره ببینه چه کارهایی رو انجام داده در زمان حیاتش به طور فتل عینی و برمیگرده به احضار کنندگاه اطلاعات شخصی و خصوصی و کدهایی رو میده مربوط به اون آدم متوفا و اینا همه باور میکنن روح. اگه روح نبود از کجا میفهمید 13 بدر سال مثلا 70 ما رفتیم کجا و چه اتفاقی افتاد؟ فقط مثلا این میدونست، این روحه میدونست و اینجوری گول میزنن طرف رو، در صورتی که میگه اغلب تماس ها با جن و شیاطینه. من واقعا دوستان دقیقا درسته و این تخته این کاری که میخوایم انجام بدیم بهتون نحوه ارتباط گیری که من توصیه نمیکنم انجامش بدید و من آموزش ارتباط با اجنه و ارواح رو الان نمیخوام بدم، بلکه دارم یک راهنما و یک فکتی رو اطلاع میدم، نه دفترچه احضار ارواح. و بر اساس تخته ویجی بورد میخوام بتونم آموزش بدم. تخته ویجی بوردی که 1 سده کامل در اروپا و امریکا هر شب به عنوان تفریح آخر هفته ها یک شنبه در کل اروپا و آمریکا به عنوان یک تفریح انجام میشد و این تخته ویجی بورد تبدیل به یک نمادی شد برای تمام اجنه های شر عالم هستی که میشناسنش. به محضی که ترسیمش کنید رو کاغذ و کار انجام بدید درجا میان. حالا جلسه اول نه جلسه دوم میان چون براشون شناس هست این روش. کار نداریم. همین فقط میخواستم در این خصوص بگم که فیک این قضیه و روح بسیار نادره موندنش روی زمین مگر اینکه به واسطه یک آیینی به قول معروف روحش اینجا قفل بشه یا به قول معروف خودش بپذیره. در قدیم همین دختر گرسکم از نوزادی هبه شده بوده به این موبدان و الهه بود که اونجا بزرگ شد و مراسم آیینی فلان تا خدمت کرد تا فوت کرد و خودش این تقدیر رو پذیرفت که در این دنیا بمونه
بعد از مرگش کنار اون پادشاه بزرگ و ساتراپ عظیم اونجا دفن بشه برای عالم، تو اون عالم که پادشاه بیدار میشه این الهه هم اونجا باشه بهش خدمت کنه، چون الهه ها بعد از پادشاهان رده های دوم مملکت بودن، اینقدر در اون تایم دارای ارج و قوت بودن. بر اساس عقیده قدیمی احضار روح که به عنوان جن و اینا به کار برده میشه، حتی برای یک بارم انجام بشه باعث میشه که سالها انرژی منفی در زندگی اون شخص باقی بمونه و باور کنید اتفاقات ناگوار سریع و ساده و توی زندگی شخص به راحتی وارد میشه و مورد هجوم قرار میده. پله‌های بعدی ایجاد علاقه مثلا به این کار و باور میکنه ضمیر ناخودآگاهتون که میپذیره که این نیروی برتر حتی جانشین خداست، اصلا در این حد، بعد ازش کمک میخواید و همینجور عمیق‌تر میشه این شرک، در صورتی که تمام این بگو مگوها و درگیری‌های بین افراد خانواده و زود عصبانی شدن و آسیب زدن قرین و همزادت، قوی‌تر شدن خوی منفیت، بی عاطفه و سنگدل شدنت، شک و عصبانیت و ظن و شک به بقیه، دشمنی پیش اومدن‌ها و اتفاقات ناگوار ناخواسته سلسله بار، کسالت، مریضی‌های متعدد، کم شدن رزقت و در بن‌بست خوردن‌ها تماماً محصول این کاره. نمیگم این تخته ویجی بورد یک پلیس بین این دنیا و دنیای ما ارواح و اینا، ولی با اجنه قابلیت ارتباط گرفتن داره. من اینکه روح سرگردانی که سراغ داشته باشید کجاست و هستش اینجا، اون موقع میشه از این طریق با شما کانکت شد. و از نشانه های اجنه که خیلی تکنیکال و تخصصی هستن و تمیز دادنش با روح این هستش که روح اگر در این دنیا قفل شده باشه به هر دلیلی، اگر احضار بشه یا بیاد حضوراً، شما به صورت تجسد خواهید دیدش با لباس و این امری که از اجنه خارج این قضیه. دومی که روح نمیتواند چیزی رو جابجا کنه و چیزی رو تکون بده، اما اونا میتونن. و قضیه اکتوپلاسم هم که گفتم خدمتون، این یک واقعیتی است. امام فخر رازی به هر حال عرض کردم تو کتابش مباحث گفته، تمام علما فقها گفتن آیا احضار روح و جن جایز است؟ گفته احضار روح و جن اگر برای غرض عقلایی باشد و مفسده و عمل حرام انجام نشه اشکالی ندارد. به مراجعه کنید به تمام رساله علما همشون. و امام فخر رازی هم عرض کردم خدمت شما مثلا شرح داده بود که چجوری اتفاق میفته، روح چجوریه و میگه کسی که جادو میکنه با قدرت نیرو و ارادهش انجام میده. حالا با ریاضت ها و فلان که روح نمیتونه اشیای اطراف خودش اثر بذاره و چیزهای خارق العاده رو در واقع در برابر جسم بینندگان تکون بده یا تغییر بده. روح نمیتواند به این جسمه. و میگه وقتی یه ساحر این کارو میکنه یعنی از ارواح منفی زمینی که اجنه هستن داره کمک میگیره. یعنی ساحر در سحر خودش از شیطان و جنها یاری میکنه. ارواح زمینی کدوم ارواحی هستن؟ همون که عرض کردم در قسمت اول کلیپ که از بحث استدلالات عقلی و نقلی و عارف بزرگی مثل ابن سینا شیخ الرئیس گفته بود که ارواح علوی وجود دارن، روح‌های علوی در زمین که کارهای مثبت رو انجام میدن، مثل همون قضیه وفق 4x4 و مثلا یه آدم واجد شرایطی از اونها کمک میخواد در راستای محبت، کارهای مثبت، ارواح علوی میان اون کار رو انجام میدن و این واقعی است. از عالم مثال، در عالم مثال اینا وجود دارن. همونجور که خداوند رب العالمین در سوره آل عمران به این موضوع اشاره کرده که ما نیروهای و موجوداتی رو بر روی زمین برای خدمت کردن و انجام اموری گماشتیم، یعنی ارضی ان و اینا در عالم مثالن عزیزان. جن نیستن، ملک، فرشته هم نیستن. بشر به اینا میگه فرشته، ملک میگه اینا فرشتن. حالا از همون جنس موجودات علوی که این کار انجام میدن، موجود سفلی هم هست که برای انجام امور قهری بشر خدمت میگیره، بغض، کینه، عداوت، درگیری، که این باز از فرشتگان هستن که ما تعریفش میکنیم شیاطین، یعنی ارواح سفلی رو میگیم شیطان ما بشر، ارواح علوی رو میگیم ملائک.
این تقسیم بندی بشر چون زیر بار نمیره، میگه روح اینجا نیست، میگه یا فرشته است یا جنه. در صورتی که دیگه بزرگ تفسیر کننده عالم دیگه یکی از بزرگان دیگه که امام فخر رازی هم تاییدش میکنه و 100% براتون توضیح دادم در کتاب تفسیر کبیر 8 هست. در تفسیر کبیرش 7-8 روش وجود داره که اثبات میکنه روح چطوریه، جن چجوریه. ابن سینا هم که عرض کردم خدمتتون در کتاب کنوز المعظمین گفته که بابا ارواحی وجود دارن، روح‌هایی وجود دارن از موجودات، علویش محبت میکنه، سفلیش کار غضب انجام میده. حالا روح علوی رو بشر میگه ملائک، روح سفلی رو بشر میگه شیطان. و وجود داره روح، یعنی ما نمیتونیم روح رو منکر بشیم. حالا حساب کن همین روح‌های علوی رو یه نفر بتونه با یه طلسمی پیاده کنه روی مثال روی گنجی. ما با روح در ارتباطیم نه جن. اگه بریم اونجا بخوایم بازش کنیم روح علوی اونجاست، گرچه روح علوی قلاب نمیشه اصلا به در واقع یه گنجی، باید از روح سفلی استفاده کنیم، ولی باز هم روح شیطان نیست. ولی فرض محال که محال نیست دیگه، یعنی روح علوی رو یه جایی دفعه باش رو در رو بشیم یه دفعه تجسد پیدا میکنه، چون روح ارواحه. وقتی تجسد پیدا میکنیم میگیم جن خودش نشون داد. این چقدر علم ماورا ریزکاری هایی دارد و تمیز دادنش چقدر سخته و چقدر بزرگ اساتیدی در این بادی لنگن هنگن. خیلی مبحث پیچیده ایه. جوری که میگم خود امام فخر رازی این جملهش میگه یاری جستن از ارواح زمینی توسط ساحر، این کار شیطانی است. یعنی ارواح زمینی رو میگه، روح. و این مصطلح نیست که بگیم اصطلاحی داره صحبت میکنه، چون ابن سینا هم همینو گفته. اساسا اینکه در جنبندی ما میگم واقعا ارتباط با ارواح امکان نیست و این روشه که روش ویجی بورد میخوام بهتون نشون بدم. حروف الفبا رو مینویسید، هم دایره وار باید بنویسید و بعد اعداد از 0 تا 9 رو بالاش مینویسید با کمترین فاصله از هم دیگه و به واسطه یک سکه 4 نفر آدم در یک تایم خاص بین 12 شب تا 4 صبح این کار رو انجام میدن. سوالات رو دونه دونه میپرسن و ارتباط میگیرن و قطعا چیزی که میاد جنه. من اینکه یک روح سرگردانی وجود داشته باشه و بدونن سرگردانه میتونن باش ارتباط میگیرن. از نشانه های روح هم تجسد پیدا شدن، یعنی میتونید ببینیدش به اون شکلی که بهتون گفتم، حالتی که انگار پشت پرده میره، یه همچین حالتی. و بهتره 4 نفر باشید دور تخته ویجی بورد میشینید و یک سکه رو بذارید که این سکه روی حروف برسه. فشار نباید بدید زیاد، سکه رو نوک انگشتانتون 4 نفر بذارید روش، صحبت اضافه نکنید. یه نفر فقط باش ارتباط میگیره، بشه واسطه و سوالا رو بپرسه. بهتره که نور کم باشه، کم نور با یه شمع، سکوت بدون ترس، وسط کار تحت هیچ شرایطی دفعه بلند نشید. وقتی وارد میشید سلام علیک میکنید، روی تخته هم بنویسید سلام، خدا حافظ و دیگه یکی از جملات هم این باشه سلام خدا حافظ بله خیر، این هم بنویسید. و وقتی میخواید تخته رو جمع کنید کار تموم شد، بین 15 دقیقه تا 1 ساعت باید کار انجام بدید، سوال کنید و ارتباط بگیرید. وقتی تمام شد بگید خدا حافظ، خدا حافظ، ما میخوایم بریم، خدا حافظ، و انگشتاتون همچنان روی سکه باشه که بره روی کلمه خدا حافظ، بعد ببندیدش. هرگز هم تخته ویجی بورد که روی کاغذ سفید بدون خط حروف الفبا رو می‌نویسید و بعد 0 تا 9 هم می‌نویسید و سلام خداحافظ بله خیر هم می‌نویسید، هرگز موقعی که نمیخواید استفادهش کنید باز نباید بذارید، 4 تاش کنید داخل یک کشویی بذارید. این واقعی است و تخته ویجی بورد کار میده، چون یک سده کامل مردم باش استفاده میکنن و اصلا چیز عجیب غریبی است. در خیلی از دانشگاه‌های دنیا تدریس میشد این ارتباط با ارواح در اروپا و به این نتیجه رسیدن که روح
یا تو جسد فرد میدیوم میاد یا به صورت همون شخص، به شکل همون شخص بوده یه دفعه متجسم میشه که من گزینه 2 رو تایید میکنم و خیلی از بزرگانم اینو تایید میکنن. اگر بتواند بیاید و این دنیا وجود داشته باشد به صورت تجسد میاد. واقعا این واقعی است. ما واقعا در این کار به این مقوله رسیدیم. 4 نفر آدم از 4 اقلیم متفاوت، هر کسی یک کاری انجام میده و اون 3 نفر اساتید بزرگی در منطقه خودشون هستن، دکترا دارن، دکترای باستانی که دکترای فقه که از مکتب دیگه و اصلا چیز عجیب و غریبی اصلا از حیث علم. و هر کسی عرض کنیم کار تیم ورک، هر کسی یک کاری داره، یک کاری انجام میده و میگم در فکت هایی در علوم ماورا و علم هیئت و استخراج اوراد و وردها برای تغییر مزاج سنگ ها من اونجا رسیدیم و انجام دادم. شخص خودم که خودم از خودم متعجبم و من پروردگار رو شاکریم، دوم که ائمه اطهار و سوم که این علم چه جاها و درهای بسته‌ای داره، چه کدهایی میاد برای انسان و فقط کافیه یک بخشی از در واقع اطلاعات خاموش، تاریک و پنهان این علم رو که نزد گروه خاصی در دنیا هستش، کافیه اون کدها رو بهت بدن، مطالعهش کنی، بلافاصله یک چراغ‌هایی در ذهنت روشن میشه، بخش‌هایی از سخت افزار مغزت که تا الان خاموش بوده روشن میشن، فعال میشن و تو یک کارهایی انجام میدی که اساساً کار ماورایی و استفاده از موجودات پارانورمال نیست، برعکس استفاده از علم هیئت و اثر بروج آسمانی در یک ساعت خاص و مقارنه خاص در شب خاص اوراد خاصی خونده میشه و اون رو ممزوج میکنی به روی قوه منفعله زمینی، حالا طلسم یا یک ماده یا یک سنگ حجر خاص و بلافاصله چیزی اکتیو میشه که میتونی باش مزاج سنگ ها رو تغییر بدی، سنگ رو از صخره به فوت تبدیل کنی و من قادر به توضیح بیشتر از این نیستم. همین یعنی شکل شیمیایی و فیزیکی اون ماده رو میتونی تغییر بدید و این علمی است به واسطه یک اوراد و وردهایی که خودت استخراجش میکنی، خود شخص خود من استخراج میکنی، یاد میگیری، یعنی انجامش بدی محقق میشه. با اصلا من خودم انجام نمیدادم، اگه کسی برای من توضیح میداد خودم باور نمیکردم. الان خودم برای خودم توضیح میدم، باورش برام سخته که چجوری شما میخواید باور کنید این موضوع رو. فرق بزرگ بین جن و روح همیشه تو ذهنتون باشه دوستان. این 2-3 مورد بود که بهتون گفتم. تخته ویجی هم میتونم براتون بکشم و اینجوری انجام بدید. حواستون باشه وقتی میایید سلام کنید، این کار رو اگه انجام دادید که نباید بدید دوستان، نباید بدید، ولی باید سلام کنید، آخر کارم خداحافظی کنید، مؤدب باشید، نخندید، کرکر و هرهر راه نندازید، چون اینا قطعا جنن و احساس میکنن دارید مسخرهشون میکنید. هر اتفاق پارانورمالی افتاد ابدا اجازه ندید این 4 نفر بلند بشن از سر کارشون و نیمه کار رها بشه و جمع کنید بساطو کاغذ رو پاره کنید که بدترین کار عالم هستی میکنید. و اگه کار از نرمال قضیه خارج شد حواستون باشه همتون همزمان شروع کنید. خیلی اوضاع خراب شد که نمیشه، همزمان سوره زلزال رو میخونید بی تعداد، همینجوری پشت سر هم و میگی خداوند به حرمت این آیه و این سوره هر موجودی از جن و شیاطین و فلان و بهمان و نیروهای رانده شده از درگاهت رو از اینجا پاک کن، حذف کن، بیرون بنداز. با سوره زلزال رو پشت سر هم بلند تو خونه میخونید، پشت سر هم، تا اوضاع نرمال بشه و طوفان بخوابه و تمام. و تا 1 ماه هر شب قبل از خواب خودتون حصار ذکری بکنید. میتونید با سوره زلزال، میتونید با آیت الکرسی 7 بار یا 11 بار بخونید، هر بار روی بدن خودتون فوت کنید، یا درود ابراهیمی یا صلوات ابراهیمی 7 بار
تا 11 بار بخونید بلند بلند و هر بار روی بدن خودتون فوت کنید اگر مشکل پیش اومد و این کار رو 1 ماه هر شب قبل از خواب انجام بدید و ببینم اگه بشود عکسی رو گذاشت از ویجو بورد در انتهای این وایس این براتون این عکس رو میذارم. ممنونم.